این ارزشمندترین کاغذ در ژاپن است. اسکناس 10,000 ین، نمادی از قدرت اقتصادی و تاریخ این کشور. امروز قراره با هم یه اسکناس جدید و جذاب از ژاپن رو بررسی کنیم. اسکناس 10,000 ین سری F که از 3 ژوئیه 2024 وارد گردش شده. اگه به ارزها و طراحی اسکناس‌ها علاقه داری، حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. روی این اسکناس چهره ایچی شیبوسوا نقش بسته، کسی که به پدر سرمایه‌داری ژاپن معروفه. شیبوسوا در طول زندگیش بیش از 500 شرکت و مؤسسه اقتصادی در ژاپن پایه‌گذاری کرده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد مدرن ژاپن داشته. انتخاب این شخص روی اسکناس نشان دهنده اهمیت نقش او در شکل‌گیری اقتصاد امروزی ژاپنه. حالا بریم سراغ پشت اسکناس. تصویری که می‌بینید نمای ایستگاه توکیو مارونوچیه، یکی از نمادهای مهم معماری و تاریخی شهری. این ایستگاه نه تنها یک مرکز حمل و نقل بزرگه، بلکه نماینگر توسعه و پیشرفت شهر توکیو به شمار می‌آید. اسکناس جدید با فناوری‌های پیشرفته امنیتی طراحی شده که اون رو از اسکناس‌های قدیمی متمایز می‌کنه. هولوگرام سه‌بعدی که وقتی اسکناس رو کج می‌کنید، چهرهش به صورت واقعی حرکت می‌کنه. واترمارک‌ها با کیفیت بالا و نوارهای سفید کننده عمودی در پس‌زمینه. حروف ریز، جوهر فلورسنت، جوهر مرواریدی و تصاویر پنهان که فقط از زاویه خاصی دیده میشن. علائم برجسته لمسی برای افراد کمبینا و اعداد بزرگتر برای شناسایی راحت‌تر اسکناس. این طراحی‌ها و انتخاب‌ها نه فقط برای زیبایی بلکه برای بالا بردن امنیت و کاربردی بودن اسکناس انجام شده. انتخاب شیبوسوا و نمای ایستگاه توکیو به خوبی نشان دهنده تاریخچه اقتصادی و فرهنگی ژاپن و نشون میده که ژاپن چطور گذشته و حال رو به هم پیوند زده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. نظرتون درباره این اسکناس جدید چیه؟ آیا فکر می‌کنید شخصیت شیبوسوا انتخاب درستی بوده؟ لطفاً نظراتتون رو تو کامنت بنویسید. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندهید. ممنون که همراه من